همین حال رئیس دفتر مطبوعات خدمات گمرکی تاجیکستان فخرالدین صابروف یعنی جسد او از این شعبه احیاگری بیمارخانه قره‌بالا برده شد. اونو به منطقه فرودگاه به خانه خواهر بزرگش میبرند. فخرالدین صابروف روز شنبه بر اثر یک جراحت برداشتن در ناحیه سرش بیهوش شد و با وجود تلاش و کوشش های پزشکان شعبه احیاگری بیمارخانه قره‌بالا به خود نآمد و جان داد و در سن 51 سالگیش اون جان داد. از او 2 فرزند باقی مانده است. فخرالدین صابروف تقریبا 5 سال در تلویزیون تاجیکستان به حیث نواربردار بود و بعدا در خدمات گمرک نیز 17 سال همچون نواربردار فعالیت داشت، ولی 1 ماه قبل او به حیث رئیس دفتر مطبوعات خدمات گمرک تعیین شد، اما این حادثه فاجعه‌ای او را از میان ما برد. شب در خانه من خوب بود. سر خانه من اومد، کرد اومد، گفت که میرم از ما کلیگی وازبین دارم اپا جان. کلیگی اومد سری. یکی ساعت 11 دا تلفن کردن که ام خیس کارپمش کردی به خانه رو آورد. گفتن که به حد حالتش وازبین است، بردیم در رانیماتسیا خوش کردیم. вже майна сар дар томография пури хун буд. Майна сар. Ягон чи гап зада метавонад? Не, наметонист гап зада дига. Вай уже скорпомш овардан да гап зада наметонист. اینجا در پس من خویشاوندان و همکاران فخرالدین صابروف ایستادند و آنها نیز در گسیل جسدی او در ماشین یاری تجلیلی شرکت داشتند و این نکته را باید بگویم که نزدیکان فخرالدین صابروف میگویند که باید در نتیجه ضربه از کدام یک جانب نامعلوم به طور مرموز یعنی که به این حالت گرفتار شد، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقریبا چند دقیقه پیشتر با یک اظهارات رسمی تاکید کردند که باید در نتیجه افتادن در راه ماشین سرش به سنگ برمیخورد و این جراحت وزنی را میبردارد که در همونجا بیهوش شده به خود ناآمده جان میدهد. اما امروز در قسمت احیاگری بیمارخانه قره‌بالا نماینده‌های پروکراتوری شهر دوشنبه و کارمندان ملیسی شهر دوشنبه آمدند و آنها از نزدیکان فخرالدین صابروف خواهش کردند که اون را حتما جسد او را یک بار دیگر بازبینی کنند تا اینکه دوباره اسکوماتس یعنی که شکافیده نشود و همین طور آنها یعنی نزدیکان آنها با وجود آنکه نوارهای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه را در مورد چگونه یعنی اون نواری که اون افتاده است و بر اثر این جراحت برداشته اون را دیده باشند اما هنوزم شبهه دارند و میگن که باید به طور دقیق و همه جانبه تشخیص کرده شود تا معلوم شود که سبب اصلی مرگ او چی بود.